کردیم به این ویدیو اومدیم با مقایسه فانت‌های سیبی و پپسی زیرو. دوشنیه همونطور که میبینین اومدیم با مقایسه این دوتا چیز نامعلوم که خوشمزن یا نه. خب شروع کنیم از من اینکه مدت بیانم خواهد واسه همین الان چیزم. خب شروع کنیم از مقایسه جعبه. مقایسه جعبه به نظر من فانتای سیبی میتونه ببره تا چیزو پپسی زیرو و یه امتیاز فعلا الان میدیم به فانتای سیبی. دردی رنگاشونه که الان میریزیم و بهتون نشون میدیم. اونم بیارم اینجا، این بسه اینجا و اینم و فانتای پپسی زیرو. خب این که خود پپسی زیرو یا کوکاکولا خودمونه و این خیلی خوشگل تر از اونه، رنگ سبز رو داره و داره گازای یعنی حبابا میاد بالا و خیلی خوشگلش کرده. بریم واسه تستش و یه امتیاز فعلا چیزم گرفت. دو امتیاز چیز گرفته. چیز اسمش چی بود؟ فانتاسی. بریم واسه تستش. خوشمزه بود، مزه سیب میده و این مزهش با پپسی زیرو کوکاکولا خیلی فرق داشت، خیلی. و من الان امتیاز واقعا میدم به کوکاکولا زیرو، پپسی زیرو، چون واقعا خوشمزه تر بود. یه بار دیگه بخورم. نه واقعا بهتر. ولی من یه نیم امتیاز میدم به این واقعا، چون که من از فانتای پرتقال واقعا خیلی بدم میاد، خیلی. ولی یه کاری کرد که من شاید دیگه برم فانتای دیگه هم بخرم. مرسی ویدیو تا آخر. اگر خوشتون از این مقایسه خوشتون میاد من واسهتون میذارم حالا، ولی یه مقایسه دیگه داریم، ولی اگر از اینا بیشتر دوست داریم من بازم واسهتون مقایسه میذارم. مرسی ویدیو تا آخر. این ویدیو خوشتون میاد لطفا لایک کنین، اگه میشه ببینین که من ویو بخورم و لایک، سابسکرایب، ویو و کامنت هم یادتون نره. بچه فقط بهتون بگم یوتیوب یه کاری کرده که اگه کامنت فارسی بزنین ساباتون اگه ساب کرده باشین میپره، پس من میشم هر کامنتی که میذارین چیز بشه انگلیس باشه. خدافظ.